دوستان عزیز من، سلام علیکم. ببین اون ویدیو قبلیه رو که دیدی، راکت ریسینگ بود. بعد بهت گفتم که میخوام برات ویدیو لگو بگیرم اگه دوست داشتی. دیگه گفتم کودی همه وایسم ویدیو آپلود شه شما نظر بذارید. دیگه خودم گفتم بعدش بیام اینجا و براتون ضبطش کنم، چون 100% میدونستم میخواین این ویدیو رو. بنابراین اومدیم توی لگو فورتنایت بچه ها، و اینجا ویلیجمونه. همونطوری که میبینید ما اینجا یه سری آدم ها رو داریم. این البته اینجا میگه وسیله میخواد که بتونه چون میدونم چوب موب جمع کنه و از این حرفا. بیل و کلنگ میخواد. خب اینو من به این کار داده بودم، گفتم یه سری کارا رو انجام بده ببینم چیکار کرده. بده اینا رو بده به من. get blanked تموم. بهش گفتم اینجا هرچی وسیله پیدا کردی بگی ببر واسه خودت اشغال کن. و اینجا هم که میبینین این مزرعه ماست بچه‌ها که قراره بزرگتر بشه در آینده. حالا گاو و گوسفندم قراره بیارم اینجا بریزم دور هم باشیم. خب بچه‌ها شما یه سری متریال رو جمع میکنید تو این بازی و با استفاده از اون متریال ها میان اینجا و چیز میز میسازین برای خودتون. هر چقدر که متریال جدیدی پیدا کنید میتونین حاجی اینو پیدا کنم. آقا بیاین تو این ویدیو با هم دیگه بریم دنبال یه سری چیزا پیدا کنیم. مثلا دینامیت هم دیگه میتونم بسازم و اصلا تمام. ببین مثلا من برم اینو پیدا کنم. الان این دوتا رو دارم، این یکی هم پیدا کنم 3 تا هیل بهم میده و 5 تا هم اون. من دوست دارم برم اینو با هم دیگه داخل همین ویدیو بچه‌ها پیداش کنیم اگه پایه باشیم. و این یکی هم با خودم میخوام ببرمش. میشه ببریشون بچه‌ها. میتونیم let's talk about job کنیم و بهش بگیم بیایم با هم بریم explore کنیم. خب حالا اینجا من میام بهش این شمشیره رو میدم. چجوری بهش بدم اینا؟ بیا اینجا بگم با باش صحبت کنیم. هاچی take this. چی بهش بدیم؟ این شمشیره رو بگیر. you're welcome. یه چیز دیگه هم بهش بدیم به نظرم، یه کلنگی چیزی. take this. این هم بهش بدیم. خب من این دوتا رو به این دادم ولی خب میخوام یه خبر خوبم بهش بدم از این جنس خوبا درجه. خب آقا این تبر هم به این بدیم تبر بزنه. take this و he forest. تمام. عکس خودم البته بهش دادم که این میگیریم. ببینین برای این که ما بتونیم اون آیتم رو پیدا کنیم باید بریم سمت جاهایی که رودخونه ایناست. بنابراین باید بیایم این سمت بچه‌ها و همینجوری قدم زنان شروع میکنیم بریم به اون سمت. ببینیم که نه خونه تکمیل شد اینجا بالاخره. چند نفر از دوستان ادمینای فعال رو آوردن اینجا واسه اون خونه ساختن. نظرتون راجع به ویلیج ما بگین بچه‌ها. بگین ببینم که ویلیجمون در چه حالیه. این چیه؟ تخت من چی پس داشتی؟ من تخت میخوام اینجا. این چی؟ تازه تخت خوب میخوام. فعلا اینو میسازم ولی بعدا میام درستش میکنم. اینم تخت من اینجا کس دست به این نزنه و لیتس گو. ببینم استفاده کنم اینو واسه خودم. خب بچه میتونید تخت بگیرین که با خوابیدن روی این تخت بهتون استامینا و فکر کنم هیلتون اینا اضافه بشه دیگه، اگه هیلتون البته کم باشه. خب میبینیم که اینجا چی داریم. البته بزنیم برم یه چند تا دونه باید شمشیر درست و حسابی خفن بسازم که نمیشه. میشه؟ میشه. ببینم چی میخوایم. 5 تا از این ها میخوایم. خب اوکی ما بریم این 5 تا رو بسازیم. خب آقا مثل این که ما از اون چوبا نداشتیم و من باید برم از اون چوبا هم سر رو همینجوری واسه خودمون پیدا کنم. البته تیر بسازم. تیرم ندارم. تیر میسازیم بچه اینجا. تیر خودش میره تو اینونتوریتون و ایزی بار شما تیرها رو دریافت کنید. خوبه. چرا 3 تا تیر دارم هرچند که راه دور باید برم ولی بسه.
تیر داریم و پیکاکس هم که نداریم و بریم حالا یه شمشیر معمولی همینجوری بسازیم پلانه. از هیچی بهتر. خب ایزی. شمشیرمون هم داریم، اونم داریم، میتونیم بریم دیگه، چون آخه شب بشه و اینا اینجا حمله ور میشن بریم. اگه گوش نداریم که گوشت هم بچه‌ها مرغ میخوام بزنم، این مرغ عزیزمونه. بخشید مرغ دارم ولی مجبور بودم بکشم. اینا رو باید میکشیم ما همینجوری. این گوشتاشون رو بگیریم بریم کباب کنیم، چون بدون خوراکی اگه بریم بچه‌ها میمیریم. اینا از این گاوا مثل این که دوتا از اینا میدن. بخشید دیگه من طرفدار حقوق حیوانات هستم ولی چوسی نمیام دیگه، اینجا بازیه بچه‌ها، زیاد به خودتون فشار نیارید. الان یارو داره اینجا این گاوا رو گوسفندا رو میکشه، تو ضد طرفدار حیواناتی. والا نه بابا بازیه دیگه بابا، چی این سفر رو بد داشته بودم. تیر هرچی بهتر داشته باشیم بچه‌ها بهتر میتونیم این کار رو کنیم دیگه. این کارا رو نمیدونم دیگه این چی، ولی میتونیم دیگه هر کار میتونیم بکنیم. 11 12 13 تا عالی. عالی. این گوشتا حاضر شه بچه‌ها و بارون هم بند بیاد بریم دیگه. بچه‌ها تو شب موقعی که بارون میاد خیلی باید مراقب باشیم دیگه. چرا؟ چون که رعد و برق اگه بهتون بخوره سرویستون کرده. 5 تا کسی یه دونش 5 تا. بارون انقدر شدیده شخصیت هم یخ زده. بعد بچه ها بر اثر سرما میمیرین تو این بازی، بر اثر گرما میمیرین تو این بازی. اما ماینکرافت دیگه بچه ها دقیقا. بعد بچه ها اینجا کمکتون میکنن این ویلیجرتون که دیگه نتونه کسی به ویلیجتون حمله بکنه. این دوتا رو بزنیم بسازیم، بزنیم این پدر سگا رو. من دوتا کاری نمارم. این هم مثلا همون تروپرهای داخل چیزن بچه ها، داخل ماینکرافت که وقتی شب میشه میدن بیرون، صبح میشه میدن داخل. و این هم که ساخته شد. بده بیاد که کار داریم. خب اینجا کرافتش میکنیم، دوتا تیر کمون داشته باشیم همراهمون بد نیست. خب آبه بریم گوشتاش رو جمع کنیم، گوشتاش لازمه. همین اول کاری پر کردم اینجا. خب این هم زدیم از اینو. بریم ببینیم ویلیج. یه ویلیج اینجا هست بچه ها، کوچیکه ولی خوبه. چرا پرتش کرد؟ خب بچه روز شد و این تروپرها رفتن. اینش پرت کردن اینجا برم میداره اینو. اوکی خوبه دیگه. از اینو دوتا تیر داریم اینجا، از اینا هم که ندارم پس بر نمیدارم. دوتا و اینم یکی. بچه ها میبینین؟ دیدین دیگه 100% خودتون هم از صداش متوجه شدین، هم میبینین که داره دراپ میفته. میریم به سمت دراپ و اینکه اینم دیگه نمیخوایم دیگه، اینم میزیم به جایی بیرون. دراپ بچه ها، دراپ رو میخوام. این دراپ رو بگیریم. میبینین اونجا داره دراپ میفته. دراپ بهتون یه سری آیتم ها میده که آیتم های خوبی هستن واقعا. حالا الان میریم با هم دیگه باز میکنیم، همه با هم میبینیم. اوکی گاو اونجا داریم و گوسفند اینجا داریم. خب هم داره میاد دراپ. بچه ها اگه بزنین رو هوا دیگه کانا با لوتاش همینجوری میریزه براتون دیگه. میبینین این چیزایی که داد بهمون، دینامیت داد بهمون. البته پریم باید خالی کنیم اینجا رو. فکر کنم بهتون اسپید میده بچه ها و دیگه یخ هم نمیزنین، دیرتر یخ میزنین باعث میشه گرمتون بشه بچه ها.
خب و حالا میایم اینجا بچه اوپن ورد بازی رو ببین سر تا سر این مپ رو میتونی هر جاشو که دوست داشتین سرور بسازین و شروع به بازی کنین. فقط اینکه چرا نمیرسم من به اینجا رودخونه. بریم آقا اینجا رو کارت بزنیم بریم برسیم رودخونه. لیتس گو. خب اینه که میبینیم کشتیم بچه‌ها این آیتم رو داد بهمون. یه سریاشون تو ساحل هستن که اون با کشتن اونا شما میتونین از اینا بگم اون زردش رو بهتون میده بچه‌ها. و تو آبم باید بپریم که استامینامون زیاد استفاده نشه بتونیم برسیم به اون بر، چون استامیناتون اگه تموم بشه غرق میشیم بچه‌ها. هم نمیمیره اینا ولی غرق میشیم دیگه. بد زد من مور خودشم ولی خب بد زد. خب اینجا من فکر کنم از اونها نیست بچه ها. بعد یک کارت دیگه فکر کنم بخوریم بریم برسیم به اونجایی که از اینا هست. بچه ها اونجا میبینین اون سمت موسمنو مارک نمیشه کرد که دریاست. اونجا اون ته برسیم میتونیم از اونا بکشیم. بعد این قبلش من بیام اینجا ببینم لوت نداره. اوه بچه ها این مانستر رو ببینیم میتونیم بزنیم. بریم ببینیم میتونیم بزنیم به نظرتون. فقط قبل اینکه بریم مانستر رو بزنیم من بریم یه چیز زیبا بزنم اینجا. ارگه هم که با مورقه درگیره اونجا از اینا داد. خب به نظر من دوتا از اینو بهتره. این سیلکه خود نفهم هل این که هیچ هی دور شد ایزی. خب به نظر من باید بتونیم بزنیم. فاک بچه ها اینجوری بخوره بهتون دهنتون صافه. یه کنار بسر یه کنار. اوکی این میتونیم بزنیم به نظرتون. اینا تنهایی بچه اینو باید معمولا بسید کنم گروهی باید زدش ولی منم تنهایی دارم میزنمش. حالا خوبه با خودم تیرکمون زیاد آوردم. یادم هم اومد. خب یادم سرش تا گرم کردم من سریع. بابا این چه سریع میمیره اصلا. بچه این یکم سخته دیگه تحمل کنید تا بزنیمش. خوب شد نرفتم توش. دینامیت رای بردم من با خودم. زدیمشو. وای وای بر من
رسما خودم رو به کشتن دادم بچه. وای چقدرم پرت میکنه از این حالا. بزن روش رو. خب خوبه هیلم زیاد شد. ایزی آقا برو اینو بزن نه ول کن. باک اوه حساس بچه اینجا. این ها رسکونم مرد دوباره. من اینو میزنم. اینو باید بزنم. اوه آخ با بچه ها بعد از فرسخ‌ها راهی که اومدیم تونستم بالاخره به لوتون برسم. دهنم سرویس شد تو راه ولی نو پرابلم. مهم اینه که رسیدم بالاخره فاینالی. خب اما بیام اینجا یه سری از اینا رو باید بریزم. چرا؟ بکنم اینا رو بگیرم. خب ما TNT داشتیم ظاهرا استفاده نکردم نمیدونم چرا. بعد اینکه خب اینم بیاد اول اینجا. تیرکمونمونم که هست ولی بازم تیرکمون داشتم من. چرا نیست؟ دو سه تا تیرکمون داشتم. خب نو پرابلم. اوکی تیرم که هیچی ببرم. یه سیتایی هم تیر داشتم. خب این خوبه. این که تیرامون جور شد خوبه. فقط این که اینم که اینجاست دوباره. این دفعه دیگه میزنم. گوشتو بده. خب گوش 12 تومن به دست آوردم. ای والا. خب این گوشتو بزنیم چون هیل بهمون میده 2 تا اضافه تر هم میشه. ایه بلالم. بچه ها اینو ببینید. این میبرتتون سمت جایی که لاما هست بچه ها. اینو دیدیم همیشه دنبالش برید. اصلا خطری نداره مگر اینکه انمی رو بزنن. خب بریم لاما رو بگیریم بعد اینو بزنیمش به نظرم. حالا لاما هم فکر کنم زرتی از تو این یارو بر رد چیم واسش. بابا بیخیال چقدر راه میخوای منو ببری تو. یا اول فرض لاما رو. خب بالاخره حالا خوبیش اینه که به لاما رسون ندارم ما رو. ساندویچه رو پسر. این ساندویچه رو اول این جوسه رو بده. بیا رو تو کنده. این جوسه رو بزنیم اول. البته یه هم نمیدونم چرا پر نمیشه ولی خب این جوسه رو میزنیم. 3 تا هیل شد هیلامون. این چیه؟ این جوسه هم خوب چیزیه. بهتون هیل میده هر چند دقیقه بار. و یه دونم اسلحه بهمون داده که اینو میندازم به جاش اینو برمیاد. خوشحال میشی؟ اینا هم که دیگه هیچی دیگه اینا رو هم نمید. خب وقت دیگه واقعا الان وقت شکست دادن این گول بیشا خودمون بچه ها. نکو
نگو که رفت پوله نزدیمش رفت حتما. یه بار ما خواستیم یه قول بکشیم این همه هم تازه خودم آماده کردم خیلی سرم واسه کشتن قوله. اونم که خاکه بچه. اگه اینجا بود چقدر خوب میشد. نمیشه برگردی بیا به قول جان. بچه ها ویلیج میبینم و چند تا ویلیجر میبینم. بریم اینا رو بزنیم. شاید بارون به هم بیاد دوباره اینجا هایلای ریسپان بشه. خب بنابراین بریم اینا رو بزنیم. من نمیخوام از چیزا استفاده کنم چون ندارم دیگه فکر کنم. کراسبو دیگه ندارم. بنابراین باید با چیزای دیگه نزنیم. موضوع دریایی؟ What؟ بچه دوباره با هزاران زحمت اومدم رسیدم سر جایی که بودم. لوتامو برداشتم ولی بازم این هیلاهه اینجا نبود. حالا اشکال نداره دیگه. من اینجا باید دور دور بزنم ببینم میتونم اون چیزی که واسه اومدیم اینجا رو پیدا کنم یا نه. پیدا کردم. من یه پا باسم بچه برای خودشون. تازه داشتم میگفتم سختم مرد خودش خود به خود میشه دیگه. اصلا میندازم به جاش اینو میگیرم ولی یک گونه داریم بچه بعد فکر کنم 3-4 تایی باید پیدا میکردیم ولی اینجا زیادن میتونیم راحت پیدا. من دوست داشتم که اونم میومد میزدیمشون پوله که نیومد دیگه. حالا ایشالا تو ویدیوهای بعدی بریم به جنگ دیو. خب بچه اینجا دزدان دریایی رو داریم. گیلشون زیاده ولی فکر کنم باید چیز میزای خوبی بدم به همون. خب ترک ایزی. من دیوزه هم دارم اونا هیچ. به مسخره ترین شکل ممکن همش دارم میگم. این چه وضعیتیه واسه خودم درست کردم. من باید دوباره بیام بازینا رو جمع کنم. لیتس گو. پاره شدم من. لیتس گو. من دست در تلاش نمیکشم گایز. من اومدم که برم دوباره کیفمو بگیرم. همونطورم که میبینیم دست خالی فقط 4 تا دونه تیر برداشتم با خودم که باز دوباره تیرامون تمام نشه. تیرا بردم با خودم و این سردمونه باید زودتر بچه ها برسیم به کیفمون ورنه سرویس میشیم باز دیگه. به دلیل سرما من اصلا دوست ندارم بمیرم واقعا. حالا انهی بکشتم باز خوبه ولی به دلیل سرما نه. بریم کیفمون رو بگیریم. من بنداز. خب کیفمون برگشت بهمون. کلی هم وسیله داشتیم توش. خب مشعل رو بذار بگیرم دستم که سردمونم نشود و باید منتظر باشیم بچه ها تا صبح بشه. اینا میام یه جای خوب پیدا کنم آتیش درست کنم. اینجا آتیش کنیم بشینیم یکم تا ببینیم که چی میشه دیگه. ببینیم صبح بشه بچه ها بریم دنبال کار زندگیم. صندلی هم بذاریم اینجا از خودمون بشه نمیشینه خودش. چه ویلیج اینجا بود من ندیده بودم. واو بریم اینجا. اوه چه لوتایی. ایزی پسر اینو بده به من. و گوشت همه جا پیدا میشه دیگه. گوشت نمیخوام اینو بجاش بده من.
دیگه چی؟ دیگه اینم نمیخوام. بیا تو بریا بیاد به جاش. خب این بالا چه خبره؟ بزن این چیز دیگه خوبه. همین بری داشت فقط دیگه چیز خاصی توش نبود. خب ما بازم باید بچه ها از همونو پیدا کنیم. پیدا کردم دوباره، عالی شد. و خب اینجاش رو این عوض کنم. 60 سانتی داره که خوبه دیگه. 60 سانتی واسش جواب. پاشو که ما اومدیم. What the fuck؟ بزنش بزن. آها ایزیاج. این یکی هم زدیم. فکر کنم یه دونه دیگه بزنیم دیگه میتونیم آزادانه بریم و یه هیل درست سرمونی داشته باشیم که بتونیم تو ویدیو بعدی هم بچه اون هیلوه رو شکست بدیم. فقط تو کمود خالیه اینجا. تو چسته چیه؟ گرگو که نمیخوام. دندون گرگی البته. خب این 7 تیر رو بده. بقیه چیزا رو هم نمیخوام. همه جا پیدا میشه دیگه. میخوام چیکار؟ خب اینجا این بچه TNT رو. این TNT رو دوست دارم بیام روی یکیشون امتحان کنم. یه چی؟ یه همینه که باید بکشیمشون دیگه. بعد دیگه اینجا هم نیستن آجی. اون ویلیجرها رو اون بالا. از اینجا هدشاتش کردم مرد. این هم هدشات. این هم هدشات. این تکون خورد. این بار نزنه که میمیریم. ایشه اینا هیچی نمیده بهمون علکی میکشیم اینا رو. به فاک رفتیم که من دیگه تیرکمون ندارم. خب اشکال نداره. اوکی. کشیمش اینو. این سراغ این یکی. هیچی هم نداشتن بدبختا. خب من یه دونه دیگه بعد از اونا پیدا کنم که بعد همینجوری دم سال چرخ بزنیم از خودمون دیگه بچه. من نمیفهم این یه دونه چرا به من ایزی. let's go easy baby. اینجا رفت و بابا ایزی. خب ما 3 تا اینم گرفتیم. بریم که اصلا خیلی کار داریم. من کجا هستم؟ واو چقدر از ویلیجم دورم بچه ها. به نظرم همین تا نمردیم یه سری بزنیم. ویلیج اون برو. این ویلیج ها رو بچه ها میبینیم اصلا نمیتونیم نریم لوتشون نکنیم. همه اتونو میکشیم. دوتا همه رو میزنیم. بابا ایزی همه رو زدیم. یه چست خوب این بالاست. واو لیتس گو. اینا رو بده به من. خب بذارینم کدوم میلش کمتره. بل به جایین. میخندی؟ خب اینم از اینو بریم بالا. چی نیست اینجا. خیلی خوب. این نها کنی بچه ها. میخوام آزمایشی برم براتون. بجا
بچه انداختمش بچه. ولی خب در کل اینجوری میترکه دیگه وقتی پرتیش کنیم. خب اینجا دیگه فکر نمی کنم چیزی باشه. همین راه رو برمیگردیم به سمت ویلیج، چون خیلی راه طولانی در پیش داریم. چقدرم راه اومدم واقعا. الان خوبیش میدونی چیه؟ من برسم اونجا 3 تا به همین هیلی که دارم اضافه میشه و با هر گوشتی که بخورم 2 تا هم گوشته بهم اضافه میکنه. یعنی با هر گوش که نه، یعنی گوشت بخوریم کلا 2 تا به هیل اصلیتون اضافه میکنه و این میشه که من هیلم خیلی زیاد میشه. اینو دوست دارم، اینکه هیلم زیاد شه رو دوست دارم. خیلی شوخه نمیخواد بزنیشون پسرجون، بید بریم. اوف. بعد سطح دفاعمون هم 5 تا بهش اضافه میشه. الان سطح دفاعمون 1 بچه. سطح دفاعمون 5 تا بهش اضافه بشه میشیم 6 تا. از همه نظر به نفعمونه دیگه اون کارو کنیم. بچه اینا هم غاره. حالا تو ویدیو بعدی غارا هم بهتون نشون میدم، چون الان بخوام بریم تو غار ویدیو طولانی میشه. چه سر را که داشتم میرفتم یه ویلیج دیگه هم پیدا کردم. گفتم بیام یه لوتی بزنم و ببینم چی داره داخلش. طبق معمول چیز خاصی توش نیست. من یکی از اینا رو میندازم چون تیر میخوام. تیرها رو برمیدم. تیر بچه ها کلا چیز آیتم مهمیه دیگه. کلا تیر همیشه سعی کنین که همراهتون داشته باشین که بتونین از دور انمی‌ها رو بزنین، اصلا نیازی نباشه نزدیک بشین بهشون دمیج بهتون بدن. این گرگا هم که همینجور اینجا درگیرن دیگه. دهن ما هم که سرویس کردم. خب خوبه به ویلیج هم نزدیکیم بچه ها. به ویلیج هم نزدیک. آه چی اینجا؟ آه این چرا آبیه؟ چرا اینا آبیه؟ what the fuck؟ حالا اسنوبری. واو اسنوبری ها رو میخوام. اسنوبری ها رو میخوام. بریز بیرون من چی داریم. اینجا خیلی سرده مثل این که. what؟ بیا دیگه الان که گرمته دیگه ایشالله. خب من میخوام گوشتای خام و چند تا دونش رو بخورم. خب نه از این اسنوبری ها رو بردارم. چرا؟ چون که اسنوبری ها چطور بگم من ریشهش هم میخوام واقعا. ریشهش رو من بده. ای بذاریم اسنوبری چقدر بهمون میده بچه. یه نصف هیل میده برام. خب نات بد. خب الان بعد این بچه ها این منطقه که هستیم باد مثل این که خیلی زیاده و زود یخ میزنیم. بریم بیرون از اینجا. خب از اون منطقه اومدم بیرون. این منطقه اصلا نشون داده خودشم که منطقه سردیه. خوبه ولی ها بچه ها یه نقشه بذارم اینجا. یه مارکی کنم. 2 تا سنگ میخوای؟ بیا یه دونه سنگا رو جمع کنیم دیگه. لطفاً عزیزم سنگا رو میشه با تو چی کار دارم؟ با تو کاری ندارم. سنگا رو میخوام. یه سنگ دیگه هم بگیرم بچه ها تمومه. اینجا نیست الان. اینم یه سنگ دیگه. اینجا یه دونه بذاریم از این پرچم ها که معلوم بشه اینجا سرد است. یعنی پرچم مثلا خیلی سرش. اینجا آبیش میکنم و مارک میزنم. این مارک آبی یعنی که این جای منطقه سردیه. خیلی و نشون میده که ما تا اینجا رو اومدیم. یه ویلیج هم اونور هست که مطمئنم باید آیتمای خوبی داشته باشه، ولی واسه اینکه بتونیم بریم تو اونور باید یه سری لباسای گرم و اینا حتما داشته باشیم دیگه که سردمون نشه.
اوپن ورد و بچه ها اشون اینا اوپن ورد زیبا بارو بین بابا مردی خودت شد برگه بی تربیت بچه ها میتونی از این دور ویلیج رو نگاه کنین که داریم میرسیم بهش و چقدر پرشور و انرژی هم واسه اینکه برسم به اونجا بچه ها خدا میدونه چون میخوام هیلم زیاد شه بتونم دفعه بعدی اون قوله رو بزنم و اینکه این گشت و گذاری که بهتون نشون دادم دنیاشم خیلی دوست داشتم بچه‌ها امیدوارم شما هم دوست داشته باشین چون واقعا دنیای بزرگیه و به این زودی ها بچه‌ها تموم بشون نیست واقعا ایزی رسیدیم رسیدیم بده من این چیه سیلک استریت میکنم سیلک استریت من اینجا داشتم خب مثل اینکه سیلسیلیت میخواد بچه باید بریم از اینجا به دست بیاریم یعنی این لوها دور بزنیم بهتون میده حتی اینجا بهتون نمیده باید عنکبوت بکشیم ولی معمولا تو اینا همیشه عنکبوت بود حالا اگه شانس ما باشد نه مثل اینکه عنکبوت نیست نمیدونم چرا یه عنکبوتی داشتیم عنکبوت داریم نزدم عنکبوت ایوه آقا یه عنکبوت دو عنکبوت حتی ستان فکر کنم تکمیل شد دیگه بعد و چند که شمشیرمون رو به خاطرش دادیم ولی مهم نیست لول اپ بچه ها مهمتره نه همیشه یادتون باشه لول اپ مهمه واقعا برین لول اپ کنین هیلتون رو بیارین بالا بتونین دور بزنین بتونین 4 تا جا برین یعنی هیل کم داشته باشین بچوسن کنارتون مردین و اینجاست که این بده حالا الان با هم دیگه میریم این سازم میبینین چطوریه خب بچه ها باید بیاین اینجا با این دستگاه سیلک استریت بسازین اینجا میبینین هر چقدر میتوانی بسازش چی شده الان مگه تو واسه سیلک استریت از اینا نمیخواستی عجیبه اینا کم نمیشه چرا خب این 4 تا اینجوری میذاریم اینجا بچه‌ها تو براتون بسازه ببینیم چی میگه You can find me out in the fields. Matter of fact, we do take kindly to the strangers around here. You can call me a camper all you want, but I just need a place to stay for the night. خب میگه میتونی من کلا این دور و برا پیدا کنی معمولا به ویلیج کمک میکنم و از این جور حرفا میگه امشبی رو میخوام اینجا رو سر کنم خب فکر کنم این تخت نداره الان اینجا نداره این تخت بساش هست آیا این تخت من بود
تخت همون این ور درست کردم که what the fuck what the fuck این هم تخت منه جالبه اینو خراب میکنم یه تخت دیگه میسازم براش خب او اینجاست این خب بیانیم الان با میسته نه نمیدونم بازم خب بیانیم اینجا ما این سیلکمون رو برداریم باز اینونتوری فوله این دوتا گوشت هم بگیریم بذاریم یه جای دیگه بذار یه چیزی رو بذارم اینجا من بذارم اینجا بابا تو کاری نمارم خب این گوشت هم بذاریم بپزه ایزی بچه ها هیلو نگاه کن هیلو نگاه کن هیلو نگاه کن آه بذار این یکی هم میتونم بسازم الان هیلو نگاه کن فقط ببین دیگه اینجا اینو میگیرین از اینجا این از این تو هیلو ببین تازه الان وایسته هنو مونده خب واسه این چی میخوام بازم سیلک میخوام بچه ها یه دونه دارم و دو تا دیگه هم بگیرم بریم 4 تا دونه از این عنکبوتا بی‌خاصیت بکشیم دوباره شب شد بچه ها و من هنوز پیدا نکردم از این عنکبوتا خواهشمندیم یه عنکبوت به ما مراجعه کنه اگه سریع‌تر الان اینجا پر عنکبوت بود من نمیفهم الان که من میفهم چرا نیست اوه چست بچه دوباره چست پیدا کردم وای دارم میمیرم برو من اینم بگیرم برم اینجا نمیتونم هیچی و یکم اینجا اگه تحمل کنیم بچه میتونم این چسته رو بگیرم همین دیگه از این مادرت نمیفرد افتام از اینا که به جای این بگیرم برو جون مادرت ای فاک اشکال نهاره حالا میتونم بیام سریع برش دارم اونو این بغلمونه دیگه آقا اینو برداریم تمامه دیگه این هیله رو ساختیم هرچند که الان هم هیلمون خوبه دیگه خودش حالا خوبه باز همین بغل مورده حداقل زیاد بغل هم نیستم البته خب آقا آیتم ها رو برداشتیم آیتم ها رو گرفتیم فقط اینکه اینجا بله نمیداری چقدر دیر ترکیبیم بمیریم همه اینا رو کشتم ایزی کمپشون رو خراب کردم آیتم خاصی که بهمون نداد ولی خب بدک نبود دیگه همین که زدیمشون خودش خوبه خب اومدیم تو ویلیجمون خب بریم نه باید بریم سیکسیری بسازم اول چه سخت ها بچه این کاراش واقعا روز آدم رو میکشه یعنی چند تا ببینم میخوای بابا سرویسمون کردی خب 3 تا دونه حالا یه بچه ها ولی گشت و گذار خوبی بودا دوست داشتم واقعا جای پیشرفت داره این بازی میتونه جای ماینکرافت رو به نظرم بگیره چرا؟ چون هم فورتنایت بچه ها هم ماینکرافته و ما میتونیم اینجا خیلی کارو بکنیم هیلو نگاه کنین آقا هیلو نگاه کنین تازه قرار 2 تا دیگه هم به این اضافه شه بریزد پشماتون 2 تا دیگه هم قرار به این اضافه کنم که اصلا نابی ببین یا اینجا رفت میکنیم و ایزیوار میگیریم دیگه بفرم میگیریم 4 رو میذاریم اینجا هیلو به
اصل لامصب اصله. بعد هیلو بچه ها، بذار من اینو بیارم پایین شما بتونید هیلو ببینیم. هیلو ببین آقا، هیلو ببین، چون بچت فقط هیلو ببین. کجا این همه هیل بهتون میدن آخه؟ یادم باشه تو ویدیو بعدی هم وبکم کلا بذارم همینجا باشه که به هیلمونم کلا بتونین نگاه کنین. این ویدیو حواسم نبود. و اینکه بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. هر نظر و انتقاد و هر چیزی که دارین و بچه‌ها این زیر برام بنویسین، بگین چه چیزی دوست دارین تو ویدیو باشه، چه چیزی دوست ندارین تو ویدیو باشه، چون که با انتقادات شماست که من میتونم این ویدیو خیلی بهتر بسازم براتون. همتون رو دوستتون دارم و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و همتون رو خدای بزرگ میسپارم. چقدر گفتم همتون، ولی بازم بدخواه همتون رو. عشق منید. ماچ لاو. این ویدیو رو لایکش کن و کانال منم گزینه سابسکرایبشو بزن، عشق کنیم دور هم دیگه. See you.